کامل نسوختین، باید بسوزه. بدنم داره میلرزه دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدا. سلام بر این مکان. بازم شب، بازم یه ماجراجویی دیگه. سلام رفقا، اسم من یاسره. خوش آمدید به چنل یوتیوب من. دوستان، از اون ماجراجویی که تقریبا 12 روز یا 13 روز میگذره دیگه نتونستم واسهتون ولاگ ترسناک و ماجراجویی بگیرم، بخاطر بعضی مشکلات و که مریضی خودم داشتم که نمیخوام دیگه بگم مریضی چی بوده. دوستان عزیز، امشب اومدم یه ماجراجویی داخل یه مزرعه‌ای که تقریبا 10 ساله که اینجا رهاش کردن رفتن. حالا دلایل مختلفی داره واسه که اینجا ترکش کردن رفتن. دوستان عزیز، حتما منو حمایت کنید، دکمه سابسکرایب و زنگوله رو حتما واسه من بزنید، خیلی منو خوشحال میکنه. واقعا دمتون گرم که این چند تا ویدیو هم که گذاشتم خیلی حمایتم کردی. انتظار دارم بیشتر حمایتم کنید که بیشتر واسهتون ویدیو بذارم. دوستان اینجا مشاهده میکنید این کامل اینجا که خوش شده، این چی بوده؟ کشاورزی بوده. حالا دیگه میریم جلوتر اونا رو بسونشون. اینا از اینجا که اینا رو مشاهده میکنید اینا کامل کشاورزی بوده که رها شده رفته. حالا دلیلش این نمیشه که اینجا مثلا اینجا رفیقم تعریف میکرد که اینجا دیگه مثلا آبیاریشون با قنات و این چیزا نیست، اینجا بیشتر با موتور آب و این چیزا. اینجا تعریف میکرد ساعت 2 شب اگه مثلا موتور روشن بود خودکار خاموش میشد و هر کاری میکردن روشن هم نمیشد دیگه. اصلا نمیتونستم به خوبی کشاورزی کنن. بعد مثلا کشاورزی میکردن گندماشون خشک میشد یا دیگه مشکلی واسه شون پیش میومد. و بعد اینم دیگه میگفت که مثلا مریض میشدیم، مثلا اگه میومدیم اینجا مریض میشدیم یا دیگه مشکلی واسه شون پیش میومد. حالا هر دلایلی که هست که امشب ما هم اومدیم یه ماجراجویی اینجا داشته باشیم. پس تا آخر ویدیو حتما منو همراهی کنید. امشب هم یه چیز جالبی هم واسه تون آوردم، از دست دعانویس گرفتمش، بهتون نشون بدم. بهم این چیزا رو داد، مو داد، یه چیزی داخل این نوشته، گفت ببر همونجا آتیش بزن و بعد گفت خطرش با عهده خودت باشی. اینجا مشاهده میکنی اینا کشاورزی بوده، کامل خوش شده رفته، اصلا نتونستن کشاورزی کنن. خدا کنه واسمون مشکل پیش نیاد.
این درختاشونه که هنوز هستش ولی داره کم کم خشک میشن. خواهم امشب اینا رو آتیش بزنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا رو آتیش بزنم. این درختاشو دوستان کامل خوش شد، یعنی اثری از کشاورزی نیست اینجا. اثری از کشاورزی نیسته، کامل خشک شده، یعنی دیگه راهش کردن رفتن. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز واسه اینجا رفتن چه دعایی بخونیم؟ اگه کسی میدونه داخل کامنت ها واسه بذاره. دوستان اونجا بسم الله الرحمن الرحیم. حتما داخل کامنت ها بگون که چه چیزی بخونیم که واسمون مشکلی پیش نیاد. این درخت های نخل هستن که رها شدن رفتن. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له بسم الله الرحمن الرحیم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بینه. نگاه کن دوستان، اینا کلن جو آب بوده، خوش شده، کامل خشک بیابان. کامل اینجا نگاه کنید بیابان. اینا خوش شده، کلن متروکه شده رفتن. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان من
بیشتر حرف نمیزنم که شاید صدای چیزی بشنویم و واسه تون شکارش کنیم. اینه دوستان، اینجا مشاهده میکنین خونه شون بوده که گذاشتن رفتن. این همی فکر کنم بسم الله الرحمن، یا خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیز رد چه سیاهی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. کامل دوستان اینجا اگه محل نگهداری گوسفندا و چیزا بوده که دیگه ویلش کردن رفتن. دیگه ترس جایی باشه اینجا دیگه نشستن به درد نمیخوره. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان من تنها اومدم، تنها اینا رو ما بلوچه این به اینا میگیم توپ. یعنی یه چیزی که واقعا میترسم برم داخل این. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا ترسناک داخل این رفت. دوستان دیگه موقعش که اونا رو آتیش بزنیم، یه جا پیدا میکنیم آتیش میزنیم و به راه رفتنمون ما ادامه میدیم. دوستان اینم شم و این نمیدونم موه چیه، با یه دعا چیه بهم داد، گفت آتیش بزن. موه نمیدونم چی، خدا رحم کن. این موه دوستان، این مو با این نمیدونم چیه، نمیتونم گفت شونه نده، با 2 تا شم که روش نمیدونم چی نوشته بود به هم گفت روشن کن اینا رو آتیش بزن و صدا بزن. و خیلی هم تاکید کرد، گفت اگه مشکلی واسط پیش اومد من عهده دار نیستم و من گفتم مشکل نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چرا خاموش؟ گفت صدا بزن، من چی رو صدا بزنم؟ بله این دوستان شمها رو روشن کردم و باید صدا بزنم. ای اهل مکان که اینجا هستین، بسم الله الرحمن الرحیم. ای اهل مکان که اینجا هستین، کاری به کارتون ندارم، به حق سلیمان نبی خودتون رو نشون بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان یه صدایی نیومد. کامل نسوختین، باید بسوزه. بدنم داره میلرزه دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدا. سلام بر این مکان. من کاری به کار شما ندارم، درسیم از شما ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدا اون چیه دوستان؟ یا خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سایه دیدم دوستان. اینا بسم الله الرحمن الرحیم. چیز رد شد. بسم الله الرحمن. شما هر چیز زودتر. این چرا نمی سوزه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کاری به کارتون ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدا. سایه رد شد. چیزی اونجاست. چرا شارژ باتری چراغ هم تموم شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. سلام بر اهالی مکان. کاری به کار شما ندارم. دوستان این شم هنوز هسته. یا خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیز رد شد. چیزی اونجا هست. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدا. هر جا هستی خودتو با سنگ و چی ما رو نترسون. اگه میای خودتو یه صدا یه چیزی از خودت نشون بده که ما بفهمیم چی هستی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدا. دوستان اون هنوز شم روشنه. باید هنوز به ماجراجویی ادامه بدیم. هنوز روشنه. هنوز کل باغ مونده. خدا کنه واسمون تا آخر ویدیو مشکلی پیش نیاد. با من حتما من حمایت کنید دوستان. و اگر نه دیگه این مکانه اصلا نمیام. دوستان این شم کامل خاموش شد. مجبور شدم حالا دیگه بدبختی از اینجا شروع میشه. بدبختی از اینجا شروع میشه. برم باغ بیشتر بگردم. دوستان این کامل این جو آب بوده که گذاشتن پیش رفتن. یا خدا. چرا درخت کن خورد؟ درخت کن خورد. این کامل خشک. دوستان من یه حالت عجیبی داره. احساس میکنم یه بار سنگینی رو من هست. احساس میکنم یه چیز من داره میکشه. بسم الله الرحمن الرحیم.
من کاری به کار شما ندارم ای موجودات ماورایی. بسم الله الرحمن الرحیم. قصد آزار شما رو ندارم. یا خدا کجا گیر افتادم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدا. بسم الله. تکون میخوره یه چیزی. آه خدا. یا اهالی این مکان، من کاری به کار شما ندارم. یه چیزی پرت شد، نمیدونم سنگی بود یه چیزی از این طرف، از همون جا که شمو روشن کردم یه چیز پرت شد. سلام بر اهل مکان، سلام بر شما، کاری به کار شما ندارم. اینا دوستان اینم متراب شه. بسم الله الرحمن الرحیم. چیه دوستان؟ اصلا من نمیتونم باغ بیشتر بگردم، واقعا یه چیز دیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر چیز زودتر من ویدیو رو تموم کنم. یا خدا، یه چیزی احساس میکنم منو داره میکشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیز دیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا درختای نخله. شارژ چراغ قوام تموم شد دوستان. منو حمایت کنید، کامنت، دکمه سابسکرایب، زنگوله رو حتما بزنید. منتظر ویدیوهای بیشتر من باشید. نتونستم باغ تا آخر ببینم دوستان. این کلا باغ 2-3 هکتاره. نتونستم بیشتر بگردم چراغ قوام شارژ داره تموم میشه. تا ویدیو بعدی، بدرود.